سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حمله یک واحد مسلح به ولایت برینسک روسیه، میگویند به جنگ ضد پوتین آماده‌اند. چند تغییرات کادری در حکومت و دستگاه اجرایی پرزیدنت. در فیض آباد یک مرد معشوقه رقاصه‌اش را برای با جوان دیگر رقصیدن زده کشت. سر و لباس و چیز و چهره پهلوان تاجیک نورالله علیف را در امریکا غارت کردند. حیف فرزندی که گیرد از گریبان پدر، یک ساکن مشچا پدر معیوبش را کوب کرده است. 3 صدمه مرگاور در شهر توس، قبادیان و ایسار. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 2 مارت سال 2023 یک واحد مسلح ناشناس وارد قلمرو ولایت با اوکراین هممرز برینسک روسیه شده دست به عملیات جنگی زده است. از آغاز جنگ ضد اوکراین تا کنون صدها مورد حمله های موشکی و هواپیماهای بی سرنشین به خاک برینسک و دیگر ولایت‌های هممرز با اوکراین ثبت شده بود، ولی این بار اول است که یک واحد مسلح وارد خاک روسیه شده دست به عملیات جنگی میزند. رسانه‌های روسیه این واحد مسلح را گروه تخریبکار اوکراین مینامند و میگویند سلاح به دستان چند نفر را به اسارت هم گرفتند. اما میخائیل پادالیاک، مشاور دستگاه رئیس جمهور اوکراین، در توییتر گروه تخریبکار اوکراینی نام بردن این واحد یک تفتیه کونه شده از سوی حکومت روسیه نامید و نوشت که ظاهراً این نیروهایی است که ضد حکومت روسیه شورش برداشتند. حکومت روسیه میخواهد با این تفتیه کلاسیکی کمی هم باشد هم شهروندانش را ترساند و سبب قشاقی اهالی و حمله به یک کشور صاحب استقلال را سفید کند. و اما حرکت پارتیزانی در روسیه رو به افزایش است و آنها روز به روز این همه بی‌عدالتی و قشاقی را دیده بدخشم‌تر میگردند. از پارتیزانای خود میترسید، نوشته است پادالیاک. در اینترنت چند ویدیو نیز پیدا شد که در آن افراد مسلح خود را سپاه آزادبخش روسیه نامیده میگویند وارد قلمرو ولایت برینسک شدند تا به ضد رژیم پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین بجنگند. مقامات ولایت برینسک برای نوستی تصدیق کردند که زدخورد بین نیروهای پلیس روسیه و شخصان سلاح به دست در ناحیه کلیموفسک ادامه دارد. تا به حال ارتش اوکراین در این مسئله چیزی نگفته است. وزارت مدافع روسیه نیز قضیه را شرح نداده است. بنا به نوشته تاس این عملیات دو جانبه علاقه کشته و زخمی ها را به جا گذاشته است. رسانه های حکومتی روسیه می نویسند که نزدیک به 50 نفر وارد شهرک شده همه باشندگان شهرک را به اسارت گرفتند. اما اگنتی تاس خبر می دهد که دست کم 6 نفر را سلاح به دستان اسیر گرفتند و همگی در شهرک سوشانی 180 نفر زندگی می کرد. در همین حال والی ولایت کورسک نیز از کشته شدن یک نفر و مجروح گردیدن یک نفر دیگر خبر داد. رمان ستاروویت می نویسد که در نتیجه حمله ارتش اوکراین در شهرک تیوتکینا 2 نفر جراحت برداشتند. متاسفانه تا آمدن ماشین یاری تعجیلی 1 نفر آنها جان خود را از دست داد. باید یادآور شد که از اول حمله روسیه به خاک اوکراین ولایت برینسک تا 2 مارت سال 2023 39 مرتبه زیر آتش اوکراین قرار گرفته بود، ولی این بار اول است که یک واحد مسلح وارد منطقه روسیه می شود. در عموم باشد منطقه های هممرز با اوکراین از اول جنگ 350 مرتبه تحت ضربه های درونی و موشکی قرار گرفتند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون روز 2 مارت سال 2023 در هیئت حکومت و دستگاه اجرایی پرزیدنت چند تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با قرار حکومت صالح‌زاده امید از وظیفه معاون وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو آزاد کرده شده. به جای او قربانزاده عیسی جان معاون یکم وزیر تعیین گردید. به سبب تعیین شدنش به این مقام عیسی جان قربانزاده با امر پرزیدنت از وظیفه سردار ریاست رشد اینفراستراکتور دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد کرده شد و به جای او به این مقام قربانزاده سهیلی تعیین گردید. روز 2 مارت با قرار حکومت سفرزاده بختیار و نظر عزیز معاون وزیر صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شده. نوردین زاده اهل‌دین معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا تعیین گردید. درباره سبب‌های این تغییرات کادری شرح داده نشده است.
در تاجیکستان تعیینات به اکثر منصب‌ها از وزیران و معاون‌های آنها تا رئیسان شهر و نایب و ولایت‌ها و دادرس‌ها و دادستان‌ها هم با امر و قرار فرمان‌های پرزیدنت صورت می‌گیرند و دیگر تغییرات کادری نیز باید در موافقه با پرزیدنت انجام شوند. چندین بارها اهل جامعه پیشنهاد کردند که حداقل انتخاب رئیسان جماعت‌ها و شهر و نایب‌ها توسط انتخابات مستقیم صورت بگیرد، ولی این پیشنهاد قبول نشد. منتقدان بر اینند که از مرکز صورت گرفتن همه تغییرات کادری دیگه کروپسیا را گرم نگاه می‌دارد و سر و صداهای زیادند که داوطلبان برای به دست آوردن منصب‌های رفغانین چون رئیس جماعت، رئیس کمیته زمین یا برای کرسی سردار بازرسی دولتی اتومبیلی در این یا آن منطقه $10,000 پاره می‌دهند. در حالی که شب 25 و 26 فوریه سال 2023 پهلوان تاجیک نورالله علیف در لاس وگاس امریکا در میدان در نخستین نبردش در UFC معتبرترین لیگ جهانی ورزش جنگ‌های بدون قاعده یا MMA رقیب برزیلیایش رافائل آلوز را شکست میداد. دزدان چیز و چوره او و اعضای تیمش را از توقیفگاه ماشین‌های مهمانخانه پلاستیشن در شهر لاس وگاس به غارت بردند. نشریه اسپانی که نخستین شده در این باره خبر داد نوشت که دزدان از جمله سندها، یک مقدار پول و وسیله‌های الکترونی، پلنشت و تلفن‌های نورالله و هم دسته‌هایش را به یغما بردند. نورالله و همراهانش بعد پیروزی بر رافائل آلوز برای گرفتن ماشینشان به پارکوفکا آمده دیدند که دزدان ماشینشان را کاملا خالی کردند. خود نورالله گفته است که از تمام چیز و چاره‌اش تن و سر لباسی که در تن داشت باقی مانده است و خلاص. و از رهبران UFC اظهار سپاس کرد که در این وضعیت مشکل به آنها کمک رسانیدند. بنا به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، نورالله علیف و همراهانش از ماموریت مهمانخانه پلاستیشن خواستند تا ثبت ویدیو کامراهای نظارتی از جای غارت شدن ماشینشان را به آنها نشان دهند، ولی جواب رد گرفتند. حالا پلیس لاس وگاس در رابطه با این قضیه دزدی تحقیقات پیش میبرد و به جمع‌آوری دلیل‌ها مشغول بوده است. پلیس بعد چند دورتر از مهمانخانه ماشینی را پیدا کرده است که باور می‌رود از سوی دزدان استفاده می‌شد، ولی متاسفانه از داخل آن چیز و چاره نورالله علیف و هم دستایش را پیدا نکردند. نورالله علیف 23 سال دارد و برای شباهت قیافه‌اش به پهلوان مشهور داغستانی او را دوگانه که حبیب نیز می‌نامند. نخستین ورزشگر از تاجیکستان است که با UFC قرارداد بست و نخستین نبردش را در این معتبرترین لیگ جهانی جنگ‌های بدون قاعده برگزار کرد. نورالله شب 25 و 26 فوریه رافائل آلوز را با قرار یکدلانه داوران شکست داد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک جنایت دهشتبار لطکوب پدر بیمار بستری از جانب فرزند نوخلفش از سوی یک ساکن ازبک زبان ناحیه مشچا خبر داد. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در گزارشی که شام 1 مارس سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی نشر شد خبر داد که شهروند قربشویف الهام سال تولدش 1982 ساکن جماعت نوبهار نویه مشچا سانه 30 ینور سال جاری پدر معیوبش قرباشف اورالبوی 69 ساله را که 6 سال باز در پی سکته قلب از پای روان مانده بیمار بستری است به سبب اون که پدرش هنگام پیشاب کردن تصادفاً گلب را آلوده کرده است تحت لطکوب شدید قرار داده است. در نتیجه این لطکوب موسفید بین معیوب با زخم پوشیده کوسه‌خانه سر و معینه سر و قبرغه شکسته در بیمارستان بستری کرده شده است. اکبر شریفی این جنایت را چندین بار به تکرار عمل ننگی نامیده و گفت الهام قربشویف نه فقط جنایت برای جامعه خفناک صادر کرد بلکه فرزند نوخلف بودنش رو نیز با این بدرفتاری خود ثابت ساخت. طور دادر مرد جبر دیده که در همسایگی او زندگی دارد نقل کرد که برادران الهام قربشویف که در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارند با این برادرشان مصلحت کرده در عوض نگاهبین پدر تنهایشان تمام خراجات
دارو و دوا و نگاهبین پدر و همچنین تمام خراجات روزگار الهام قربشویف رو نیز بر دوش خود گرفته بودند. یعنی او برای اون که پدر معیوبش را نگاهبین میکرد هر ماه از برادرانش مبلغ خوبی دریافت میکرد که هم به داروی و دوای پدر میرسید و هم به روزگار خودش. اکنون به الهام قربشویف برای قصد رسانیدن ضرر به سلامتی تا چند سال حکم زندان تهدید میکند و هم دعای بد پدر که در باور مردم مسلمان دعای بد پدر و مادر سخت‌ترین جزاست. دادگاه ناحیه فیض‌آباد با حکم خود از 9 دکامبر سال 2022 ساکن دهه مهرآباد این ناحیه علیف سهیلی را بر اساس قسم 3 ماده 112 کودکس جنایتی تاجیکستان در قصد رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی که از بی‌احتیاطی سبب مرگ انسان شده است گناهکار شناخته سهیلی سنگیر مرادویچ زاده و استقامت کننده ناحیه فیض‌آباد جماعت دیهات مهرآباد دهه مهراب شب 20 سپتامبر سال 2022 معشوقش روپ و مهرانگیز زاده و استقامت کننده ناحیه فیض‌آباد جماعت دیهات جوانان دهه کرسنگ را که در مرکز دلخوشی سمیر جان همچون رقاصه کار میکرد از احساسات رشک در پیش چشم طفل خردسالش برای آن زده کشت که مهرانگیز روپ و گویا در آن مرکز با یک جوان دیگر رقصیده و او را به آغوش کرده است. خود سهیلی علیف و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند ولی بنا به فرضیه دادستانی او شب 20 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه هنگام در مرکز دلخوشی سمیر جان واقع در دهه لولگی ناحیه فیض‌آباد قرار داشتنش تخمینا 500 گرم نوشاکی سپیرتی نوع عرق استعمال نموده در حالت مستی از مرکز دلخوشی مذکور با معشوقش روپ و مهرانگیز که در همین مرکز دلخوشی همچون رقاصه کار میکرد به منزل استقامتی واقع در ناحیه فیض‌آباد جماعت دیهات وشگرد دهه لولگی کوچه میرزا ترسونزاده خانه 18 آمدند. علیف سهیلی با معشوقش روپ و از احساسات رشک که در مرکز دلخوشی با دیگر جوان رقص نموده با آغوش گرفته است مناقشه نموده با دستش یک مرتبه بر روی روپ و زده او را به زمین افکانده است. سپس علیف کردار قصدانه خود را ادامه داده روپ را در حضور پسر خردسالش سیفالدینوف جاویدان سال تولدش 2016 با دست و پایهایش به قسمت روی و دیگر قسمت‌های بدنش میزند که در نتیجه روپ و جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بسیاری کاربران به جاویدان 6 ساله دلسوزی نشان داده نوشتند لحظه قتل بیرحمانه مادرش دیگر یک عمر در خاطر این طفل معصوم که شاهد بی‌واسطه این وحشانیت شده بود نقش می‌بندد. کاربران می‌نویسند که طفل به کمک جدی روانی نیاز دارد ولی در شرایط تاجیکستان معمولاً چنین مسئله را زیاد جدی نمی‌گیرند. برخی کاربران نوشتند که مرکزهای دلخوشی که حالا تقریباً در هر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان پیدا شدند به مرکزهای فسق و فجور تبدیل یافتند و باید مقامات که مسئله بستن چنین مرکزها را در بین می‌گذاشتند. یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد که روز 1 مارس سال 2023 برای درست کردن حجت‌هایش در مرکز ساخروه کار افتاده شده بود خبر داد که در فعالیت این مرکز مشکلات جدی شده است و او برای گرفتن پتنت مجبور شده است که 10 ساعت نوبت بپاید و گفته امصبت بامداد دوام روز 1 مارس همه کامپیوترهای مرکز ساخروه کار نمی‌کردند و هم پول بانک را سپاریدن امکان نداشت. مسئولان برنامه به مهاجران فهماندند که به ضد بانک سل درن است که حساب و کتاب‌های مرکز ساخروه را اساساً توسط آن صورت می‌گرفته است از جانب امریکا 10 تحریم نو جاری کردند و این باعث ایجاد مشکل در انتقال مبلغ شده است. همین طور به گفته او کامپیوترهای مرکز ساخروه زود میچسبید و کارمندان مجبور شدند که سپاریدن حجت‌ها را کاملا قطع کنند و به محافظان و کارمندان پلیس دستور دادند تا آنهایی را که برای حجت سپاری می‌آیند از دم در گردانده گشته به اتوبوس‌ها سوار کنند و به مسکو برگردانند. این مهاجر تاجیک از سامانه بامداد خواست ویدیو ثبت کرده اش را با این معلومات نشر کنیم تا دیگر مهاجران تاجیک از وضع خبردار شده بیهوده سرگردان نشوند. از همه مهاجرانی که باید برای درست کردن اسنادشان به مرکز ساخروه بروند خواسته می شود که اول به مرکز زنگ بزنند و معلومات دقیق بگیرند که آیا مشکل رفع شده است
و آیا آنها می توانند با دل پر بیایند و جدولشان را بسپارند؟ مرکز ساخر و یگانه جایی است که داوطلبان کار در شهر و ولایت مسکو برای گرفتن پتنت باید به آن مراجعت کنند. این مرکز سالانه تنها از حساب فروش پتنت به موجهان کاری به بودجه شهر مسکو تا 50 میلیارد روبل یا تقریبا 700 میلیون دلار فایده می‌آورد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در بین همگی 9 ساعت از شام 28 فوریه تا شب 1 مارس سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در شهر توز، قبادیان و ایسار 3 نفر از جمله یک کودک 2 ساله به هلاکت رسیدند. شام 28 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 17:45 راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا فیض‌الله زاده بختیار سال تولدش 1991 ساکن نویه شهر توز هنگام در اوله خانه استقامتیش به قفا حرکت کردند. در همین حالت خورسال جورزاده منصور سال تولدش 2021 ساکن همان جا را پخش نموده است. در نتیجه خورسال جورزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین شب 1 مارس سال 2023 ساعت 9:10 راننده اتومبیل تمغه خونده استاریکس المونوف عبدالکریم سال تولدش 1962 ساکن نویه قبادیان هنگام در حدود دیهشان حرکت کردن به خطری حرکت را تامین کردن نتوانسته دیوان قلوف حسن سال تولدش 1978 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دیوان قلوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. و نیز شب 1 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 02:00 راننده اتومبیل تمغه خونده صنعت فیضعلی رجب سال تولدش 1992 ساکن شهر ترسونزاده هنگام در راه اتومبیلگرد حدود شهر ایسار حرکت کردن از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به اتومبیل تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده غیاث حبیب‌الله سال تولدش 1987 ساکن شهر ایسار برخورده است. در نتیجه مسافر اتومبیل تمغه مرسدس بنز نظرالله افساربان سال تولدش 1992 ساکن همان جا جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیدند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه حمدانی عریضه مرد 66 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 16 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 14:45 شخصان نامعلوم با طریق پنهانی از زمین‌های خواجگی دیخانی واقع در جماعت دیهات چوپک یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 6000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه سینا با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که سال 2019 شخصان نامعلوم با طریق پنهانی به انبارخانه‌اش در آمده از آنجا محصولات روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 10500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 49 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه سینا عریضه زن 43 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 26 و 27 فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با طریق پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا $7000 امریکایی، 2000 سومانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 80500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا فرزند نابالغش همچون گمانبر در صادر نمودن کردار دزدی دستگیر کرده شده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سامونی عریضه مرد 36 ساله ساکن نویه فیض‌آباد وارد گردیده است که ماه اپریل سال 2022 در حدود نویه اسماعیل سامونی مرد 22 ساله پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده خانه استقامتی واقع در نویه ورزاب را
از آن خود گفته آن را به مبلغ 163,000 سومونی نقدگذاری کرده، از جبر دیده 118,000 سومونی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده خانه مذکور را به او نفروخته فریب کرده گشته است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.